چند قبل ما گروه استادان، عالمان، محققان دانشگاه ملی تاجیکستان سفر خدمتی داشتیم با منطقه ساختمان نیروگاه آبی برقی راغان. این سفر با تشبسی به واسطه رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان محترم خوشوقت‌زاده قابل خوشوقت صورت گرفت که ما از ایشان خیلی منتدار هستیم. مقصد اساسی این سفر البته پیش از همه شناسایی با رفت ساختمان این انشاء عظیم بود. لیکن در برابر این با ما استادان، عالمان، محققان دانشگاه فرصت فراهم آمد که در نزدیک به واسطه با رفت ساختمان، با جریان آن، با علل خصوص با آن قطعه هایی که از لحاظ مهندسی مهمترین محسوب می‌یابند به واسطه آشنا گردیم و با ساختمانشان صحبت‌های داشته باشیم. و این سفر خدمتی پیش از همه برای ما استادان فاکولته گئولوژی بسیار خاطرمان و مهم بود. در برابر آن که در اطراف این نیروگاه عظیم هر گونه بحث و مناظره‌های زیاد هستند، علل خصوص درباره استواری سیسمیکی، استواری گئولوژی، گئواکولوژی و برای ما آن فرصت مناسبی پیدا شد که به واسطه در محل با ظهورات روندهای گوناگون گئولوژی پیش از همه تاثیر ساختار گئولوژی منطقه و استواری انشاءات آشنا گردیم و درباره این با دیگر اشتراکچیان این سفر رسمی نقل کنیم. و نقل استادان فاکولته گئولوژی در بین دیگر استادان بسیار با یک خوشنودی استقبال کرده شد و ما توانستیم که با اشتراکچیان این سفر با استادان و خواهشمندانی که یک توجهی داشتیم به این مسئله ها داشتند بفهمانیم که تشخیص مهندسی و گئولوژی، تشخیص گئواکولوژی، سیسمولوژی منطقه خیلی در سطح عالی گذرانده شده است و پیش از همه از جانب متخصصان سطح بلند تشکیلات‌های بین‌المللی اعتراف و توصیه داده شده است که منطقه ساختمان از لحاظ استواری گئولوژی خیلی مثبت ارزیابی کرده شده، برای فعالیت آینده آن یک خطری جدی نیست. علل خصوص در محل به واسطه با ظهورات شکسته‌های عظیم گئولوژی به مانند شکسته حصار، شکسته وخش، شکسته گلزندان، شکسته یانخش، علل خصوص که در اطراف آن هم بحث‌های گوناگون موجود هستند و تا نقطه نظری موجود است که آن میتواند که بعضی قطعه‌های این ساختمان را زیر خطر گذارد. نقل کردن درباره آنها برای ما یک افتخاری بود و این فرصت با آن صرف کرده شد که با حاضرین استادان فاکولته گئولوژی به واسطه اول در داخل خود نقب‌های زیرزمینی، بعدتر در منطقه ساختمانی در سربند عظیم و بعدتر در محک همین سربند که از جنس‌های مهین کوهی عبارت بود و در آنجا با شدت ساختمان ادامه می‌یافت نقل کرده شد.